در جامعه امروزه یکی از مسائل های دیگری که امروز داغ گردیده است این وعده دهی و وعده خلافی است. خب انا این وعده خلافی در تمام پهلوهای زندگی چگونه تاثیر میگذارد؟ مثلا یک نفری را ما وعده میدهیم که فلان کارت را ما حل میکنیم به عباره یا که بود میکنیم، ولی چون میرود وعده خلافی میکند مشکلی آن را حل نمیکند یا که آن کار را بود نمیکند. در این زمینه میخواستم نظر خویش رو بیان دارید. متاسفانه یک عمل خیلی زشت و ننگین و شرم‌آور و خیلی گناه بزرگ است در نزد پروردگار وعده را خلاف کردن. اگر عذر داشته باشد باید عذر پیشنهاد کند، اگر عذر نداشته باشد باید وفا کند. پروردگار در یک چند آیات قرآن مسلسل و بردوام امر میکند که ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید به وعده ها وفا کنید. آدم باید چنین تصمیم با خودش بگیرد که زینهار به کسی وعده نکند چیزی را. اما وعده کرد اول پیش از اون که وعده میکند از پیامد ناگوار وعده باید آگاه باشد. اگر آگاه نباشد این توفی سر بالاست که به سوی وعده کننده برمیگردد. اگر آگاه نباشد وعده میکنه میگه خب دیگر زنگ نمیزند، زنگ زد تلفنش نمیگیرم. بسیار ناجوانمردی است. چرا؟ چون وعده کردی، به وعده وفا کردی، فرض پروردگار را ادا کردی. یعنی برای ما و شما عبرت است که اسماعیل علیه السلام یکی از خصوصیت‌هایی که محبوب چشم پروردگار بود به وعدهش وفا کردن بود. خصلت داشت که هیچ وعده را کنار نمیگذاشت. پیامد بسیار ناگوار دارد. وعده کردی وفا کن، قول دادی اجرا کن. شکستن وعده به قول و قرار ثابت نبودن است. به عباره ساده‌تر هم جرم و جنایت است، هم گناه و معصیت است. اگر وعده را وفا نکرد تحکیم ثبات مناسبت‌های فردی، عائله‌ای و اجتماعی به صادق بودن وعده وابستگی دارد. اما اگر کسی در وعدهش ثابت نماند، به عهد و قول و قرارش ثابت نماند، مناسبت فردی، عائله‌ای و اجتماعی از بین می‌رود. یک بار سه مناسبت از بین می‌رود. وعده را وفا کردن این خدا را خوشنود کردن است. وعده را خلاف کردن سبب غضب در خشم خدا گرفتار شدن است. چرا؟ چون سبب مایوس شدن و افسرده خاطر کردن و روح افتاده شدن کسی دیگر شد. همین وعده این یک چند وقت خوشحال نگاه می‌دارد، خرسند نگاه می‌دارد. وقتی به وعده دروغ شد و ادا نکرد یک باره افسرده خاطر می‌شود، روح افتاده می‌شود. این شخصیت در پیش چشم برادر میافتد. میگن من فکر میکنم تو شخصیت خیلی خوب هستی. بله. من فکر میکنم در قول و قرار ثابت هستی. من فکر میکردم که پشت و پناه هم هستی، من با تو تکیه میکنم. نمیدونستم چون این وعده خلاف هستی. کسی وعده میکند اول از پیامد ناگوار وعده خلافی باید آگاه باشد. راه پیشگیری هست. وعده کردی و دستت نرسید، در تماس شو، آگاه کن، برو نزدش، بگو برادر خواهر دست نرسید، من امروز معذور بدار. ببین پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی آشکار و واضح میگوید که هر کسی به وعدهش وفا نمیکند ایمان ندارد. برای همین کسی که به وعدهش وفا میکند و همیشه پیوسته کوشش میکند که هیچ وعده را خلاف نکند، عهدش را نشکند با کسی، این نه تنها باعث افتخار است بلکه محبوب چشم پروردگار است.